سلام، خودتون رو معرفی کنید، از 1 تا 20 عدد انتخاب کنید. سلام، ابوالفضلم. 2. من 3 تا سوال عجیب ازتون میپرسم. شماره 1، فکر میکنید یه ربات میتونه عاشق بشه یا فقط وانمود میکنه؟ آدم نمیتونه عاشق شه، چه برسه به ربات. سوال شماره 2، اگه بچه تو مریخ به دنیا بیاد باید برای شناسنامه مریخی بگیری یا زمینی؟ اصلا نمیخوام برای بچه‌م شناسنامه بگیرم. جالبه، اینم فکر خوبیه. سوال 3، اگه بفهمی کل زندگیت شبیه یه شبیه سازی کامپیوتره، اولین کاری که میکنی چیه؟ راستیت سیستم رو کلا خاموش میکنم. دست در نکنم. میتونم این ویدیو استفاده کنم تو پیجم؟ بله راحت. تشکر.